سلام به دوستای عزیزی که تازه میخوان راهی بشن به سمت کانادا، حالا یا با ویزای توریستی یا با جاب آفر یا هر چیز راه دیگه ای که با اون میخوان بیان برای هر کدوم از ایالتهای کانادا. الان بیشتر صحبت سر اینه که همه دوستان فکر میکنن که اگه بیان اینجا ورک پرمیت بگیرن این یعنی به معنی موندن دائم. ورک پرمیت اینجا به شما فقط اجازه کار میده، یعنی شما دیگه توریست نیستی و اجازه کار داری، میتونی فرزندانتون رو بذارین مدرسه درس بخونن ولی با هزینه خودتون، یعنی دولت هیچ کمک هزینه‌ای به شما نمیده، هیچی، فقط به شما اجازه کار میده. یعنی شما میتونین برین اینجا استخدام رسمی بشین و بعد اگر بیمه ای از طریق محل کارتون به شما تعلق گرفت که محل کار هزینه‌ش رو از شما میگیره، اون میشه مثل بیمه تکمیلی که توی ایران دارید. ولی اگر که شما بخواین فقط با ورک پرمیت اینجا باشید و اینکه فکر میکنید ورک پرمیت رو بگیرید و برگردید ایران، اصلا این شامل این نمیشه که به شما چیزی تعلق بگیره، فقط شما اجازه کار دارید و اینکه هیچ کمک هزینه پرداخت نمیشه، به شما بیمه تعلق نمیگیره و هزینه تحصیل مدرسه بچه ها رو هم نمیدن، هزینه مهد کودک رو هم نمیدن، هیچ هزینه شاملش نمیشه. اینو من کامل توضیح دادم چون خیلی ها براشون این سوال پیش اومده که مثلا ما بیایم اینجا ورک پرمیت بگیریم و برگردیم. ورک پرمیت برای این خوبه که شما 3 سال اجازه کار میده اینجا و شما تا 3 سال میتونین برگردین ایران دوباره بیاین اینجا با همون ورک پرمیت، ولی باید به هر حال اینجا مشغول کار بشین و اگر قصد دارین که برای دائم اینجا بمونین به هر حال راههای دیگه ای رو امتحان بکنین، یعنی آفرهای دیگه ای رو داشته باشه، مثل سرمایه گذاری، تحصیل یا حالا چه خیلی راههای دیگه که حالا اینجا الان وقت میگیره برای توضیح دادنش. اگر کسی میخواد بیاد اینجا بمونه، سیتیزن بشه، پاس کانادایی بگیره، پی آر بگیره که مثلا ولی قطعاً قصد داره که این کار رو انجام بده و میخواد سریعتر انجام بشه، میتونه از طریق پناهندگی اقدام بکنه، میتونه اینجا پناهنده بشه. وقتی که شما اینجا درخواست پناهندگی بهتون میدین، البته خب همه این کارا زمان میبره، وقتی شما درخواست پناهندگی میدین بعد یه مدت مدارکی برای شما میاد، شما میتونین وکیل خصوصی بگیرین یا وکیل دولتی مثلا استخدام کنین، یعنی از طریق وکیل دولتی اقدام کنین و هزینه بابت وکیل ندین. وکیلای دیگه هم که به صورت آزاد هسته، شما وقتی باشون صحبت میکنین به هر حال یه کیسی رو برای شما در نظر میگیرن، به یه دلیلی باید اقدام کنن برای شما، یعنی یه دلیلی ارائه میدن به اداره مهاجرت که ما این خانواده، این خانم، این آقا به این دلیل میخواد اینجا بمونه. بعد اینا دیگه مراحل خودشو داره و هر کدوم زمان میبره، حداقل تا به نتیجه برسه 1 سال، شاید مثلا 6 ماه، 8 ماه، دیگه بستگی داره که کی پرونده شما ارجاع بشه به اون بخش مورد نظر. و اینکه وقتی که شما درخواست پناهندگی میدین، در واقع رفیوجی میشین، اون موقع شما این مزایا رو دارین، شما هم کمک هزینه بهتون تعلق میگیره از طرف دولت بستگی به تعداد نفرات و شرایطی که دارین، بعد تحت پوشش بیمه قرار میگیرین که بیمه خیلی کاملی هم هستش که دندان پزشکی و یه سری کارهای تخصصی، بستری بیمارستان، همه اینا رو شامل میشه. و غیر از این شما یه کمک هزینه دیگه هم دارین که میتونین ماهیانه، یه مراکزی هست به اسم فود بانک که میتونین اونجا مراجعه کنین و مثلا به یه اندازه مواد غذایی خام رو، یعنی مثل مرغ، گوشت، میوه، سبزیجات، لبنیات، اینا رو به شما میدن که شما مثلا نخواین بابتش هزینه پرداخت کنین. و اینکه هزینه تحصیل بچه‌ها توی مدرسه تا مقطع دیپلم، نه بالاتر، یعنی برای مهد کودک و ابتدایی و دبیرستان تا دیپلم هزینه تحصیل بچه ها رو هم تقبل میکنن. البته شما اگر بخواید میتونید خودتون مدرسه خصوصی ثبت نام بکنید، ولی اگر نه دیگه نیازی نیستش که هزینه بابت تحصیل برای بچه هاتون بپردازین.
فکر میکنم که حالا توضیحات هم کامل بود. اگر سوال دیگه ای داشتین میتونین به من کامنت بدین و من توضیحات کاملتر رو یا براتون یه فیلم میگیرم میذارم که همه استفاده بکنن، یا اگه کوتاه بود که به خودتون جواب میدم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.